میگم برای ما چایی نمیخوام بیارن عروس خانوم؟ بشین بابا، شما هم لطف کن اسم نبر. سیامک چایی. ببخشید شما تو خونه‌تون چند تا اسم سیامک دارین؟ ما بدونیم. راست میگه، اینم چون گفت قدیما رسم بود هر وقت میخواستن جلو نامحرم اسم زنشونو بیارن اسم پسر بزرگشونو میآوردن. حالا تو از خودت بگو. راستیتش من خدمت شما عرض شود که ایشون یه دونه است. یه دونه خاله دیوونه. زهرمار بچه. بله. خدمت شما عرض شود که مادر ایشون سر زار رفت. نرفت. من مادر خودم مشکلی نیست. بشین. از اون موقع به بعد بنده هم پدرش شدم هم چیزش شدم. بشین بابا، چیز خودشونو میگن. بفرمایید شما. ما پیشم که گرفت یه روز بیکار نبود، یعنی کلی خرج کرد، فوقش دیپلم گرفت. نه فوق دیپلمیه. بله، یعنی مدرک نقشه برداری گرفت. الان تو شرکت مترو دارن سوراخ میکنن. خب آقا ولی کی ما رو به شما معرفی کرد؟ در واقع یعنی سیامک شما رو توی مهمونی نه مهمونی کاملا زنونه بوده، ولیمه حاج خانم بوده. اصلا ما یه بچه محل داریم آقا رحمت. نه خودش نه، مادرش تو دیده سیامک خانم شما رو، بعد خیلی هم تعریف کرد، البته از نجابت و خانومیش. این شد که من چیز شدیم بیایم ببینیمش هون شما رو. من نفسم بالا نمیاد دیگه. اگه نمیدونم چی عرض کنم. ببین تو خانواده ما رسم که عروس با لباس بخت میفرستن خونه شوهر، با کفن میکشن بیرون. حالا اگه خوب فکرات کردی بریم سراغ مهریه. چیزی ما هنوز ببین تته پته نکن، یه سر قضیه تویی، مثل مرد حرفتو بزن. میخوام ولی نترس، بگینو بگو. ببینید من نمیدونم چجوری باید بگم، ولی این چیز شما رو من تا حالا ندیدم، حتی عکسشو. اگر میشه یه گوشه مثلا یه جای پشت درهای باز تا با هم صحبت کنیم با این سیامک خانشو. این سیامک نه ها، سیامک اصلی رو میگم. منظورش مهتاب خانومه. چی؟ آقا